بریم بیننده عزیز بعدی. آقای عبدالله از کابل، سلام علیکم، در خدمت شما هستیم. آقای عبدالله. سلام علیکم. و علیکم السلام. حال شما خوبه؟ الحمدلله. صدای مرا دارید؟ بله صدای شما رو داریم آقای عبدالله، بفرمایید. با معذرت که اسمتون فراموش کردم. بنده شریفی هستم، در خدمت شما جناب آقای عبدالله. بخیر باشین. سلامت باشید. ما بحث شما را تعقیب کردم دیگه. فقط میخواستم یک دو سوال داشته باشم از شما. اهل تسنن برادر یا شیعه هستی؟ بله اهل تسنن. خب ما موضوعی برنامه‌مون بحث دستور پیغمبر به امیرالمؤمنین برای جنگ با معاویه بود. روایت صحیح از منابع شما اهل تسنن آوردیم که پیغمبر امر کرده به امیرالمؤمنین برای جنگ با ناکسین و مارقین و قاسطین. نظرتون در مورد این روایت و این نکته چیه برادر عزیزمون؟ ما میخوایم بگویم که چی درد ما دوا میکنه میشنوید؟ درد ما این درد دوا میشه که جای ظالم و مظلوم رو بعد 1400 سال عوض نکنیم. درد ما اینجاست که ما میگوییم هر آنچه که امروز مشکل داره دنیای اسلام به واسطه غصب خلافت امیرالمؤمنین است که مسیر اسلام از مدار حق و صراط مستقیم خارج شد. حالا شما با ما بفرمایید نظرتون در مورد این کلام پیغمبر و این شخصیتی که شما برای معاویه قائل هستید با هم تعارض و تناقضه. بحث شما را درست است. ما بحث شما را تعقیب داشتم بیشتر. شما گفتین که بفرمایید داریم گوش میکنیم. بیشتر شما گفتین شما صحابه کرام گفتین. خب دیگه خلفای راشدین حضرت ابوبکر و عمر و عثمان یارا گفتین شما کاذبین و خائنین و چی؟ من نگفتم. حدیث صحیح مسلم بود، خود عمر ابن خطاب میگه. تا کجایش هست؟ چشم الان براتون مجددا میارم خدمت شما. شما لطفاً دوست عزیز شریفی سو محترم شما یک دفعه گوش کنید. این روایت صحیح مسلم از مانیتور میتونید ببینید. خدمت شما عرض کنم که کتاب جهاد صفحه 840 خلیفه دوم میگه وقتی ابوبکر پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر گفت من شدم ولی رسول خدا. یعنی حالا اینجا ولی به معنی سرپرست میشه، برای امیرالمومنین که میشه دوست. و بعد خلاصه نظر توی علی و توی عباس در مورد ابوبکر این بود فرأیتماه کاذبا عاصما قادرا خائنا. و بعدی که ابوبکر از دنیا رفت من شدم ولی رسول خدا و ولی ابوبکر فرأیتمانی. پس باز نظر شما دو نفر این بود که من عمر ابن خطابم کاذبا عاصما قادرا خائنا. این حدیث در صحیح مسلم شما برادرم. درست است. سوال خب من این کتاب صحیح مسلم میشنوید؟ بله دارم گوش میکنم، بفرمایید. ما خو همین کتاب صحیح مسلم حال کتابش فیزیکلی به حساب برات بگم که فیزیکی در دست من نیست. این خو حتما یک چیز شما از اینترنت گرفتین ساخت است دیگه. یا حتما دست خورده است دیگه. ما چین حدیث را تا بال ندیدیم در مورد عمر و ابوبکر و عثمان. حالا شما ندیدید که من مقصر نیستم برادر من. الان خوندم برید حدیث. اجازه بدین شما همین چیز پیشتون ثبت کنین در دیگه برنامه بخیر ما براتون این دلیل این حدیث براتون میارم که با چی نوعی حدیث آمده. چشم ما منتظر شما هستیم ان شاء الله هر موقع تشریف آوردید. درست است. یکی دیگه وقتی صحابه کرام همهشون خداوند قرآن عظیمشان ذکر شده دیگه خدا از او راضی است. از آنها راضی است. از کی راضیه آقا عبدالله؟ از خدا از کی راضیه؟ از صحابه کرام. خب از صحابه کرام آیا ابوبکر و عمر اسمشون اومده توی این صحابه تو قرآن؟ آیا از علی آمده اسمش؟ از علی که اشتراک داریم که برادر من صحابه است و مؤمنه. اشتراک نداریم. شما امیرالمؤمنین به عنوان اهل سنت قبول ندارید مؤمنه. چرا؟ درست است. وقتی شما رو دارین کیو صحابه است؟ عزیز برادر برای امیرالمؤمنین محل اختلاف اون امیرالمؤمنین نیست. هر دو اشتراک داریم بر ایمان امیرالمؤمنین. ما مشکلمون با شما اینه که بعضی از افرادی که شما به عنوان صحابه قبول داریم ما قبول نداریم. یکی از اون موارد خلفایی که شما قبول دارید خلیفه اول دوم و سوم الان در قرآن که اسامی اینها نیومده.
پس آیات قرآن که مدح صحابه کرده که ما هم قبول داریم، رو سرمون میذاریم. درست است. درست است. شما وقتی این حدیث هم میارین که در مورد خود چنین چیز گفتنه. خب الان هم نگاه کن برادر، پس بعد کجا رجوع کنیم؟ به روایات. من صحیح مسلم رو آوردم که کتاب صحیح شماست، اجماع دارید تمام روایاتش صحیحه. در کتاب صحیح مسلم شما امیرالمؤمنین نظرش اونم به اعتراف خلیفه دوم اینه که ابوبکر و عمر، من نمیخوام توهین اهانت کنم، روایات صحیح شما رو دارم مؤدبانه میخونم، عین کلمه بود. فرأیتمانی 4 تا صفت بود: دروغگو، حیله‌گر، گناهکار. خب اینا رو خائن. چیکار کنم برادر من؟ شما تابع حضرت علی هستی یا نیستی؟ ما به علی احترام داریم. خب تابع حضرت علی هستی یا نه؟ حرفش قبول داری یا نه؟ ما امارت خلافت امیرالمومنین حضرت علی رضی الله عنه قبول داریم، ما او را انکار نیستیم. خب شما اگر تابع حضرت علی، این نظر حضرت علی در مورد خلیفه اول دوم، اگر بگه حضرت علی اینجا اشتباه کرده، خب حضرت علی انکار صحابی بودن ابوبکر و عمر کرده که به قول شما خدا از اونها اعلام رضایت کرده، خب اونجا که حضرت علی میره زیر سوال، چیکار کنیم الان؟ نه خیر، من دلیلش براتون میگم. خب بفرمایید. در بلاغه خودتون در نهج البلاغه کتاب بسیار معتبر شما. درست است؟ نهج البلاغه بفرمایید. درست است. حضرت علی صاحب در مورد عثمان علی با معذرت ابوبکر، عثمان و عمر، خب واره کی نفی کردن خلافتشون؟ کی نفی کردن؟ شما در نهج البلاغه تعریف و تمجید حضرت علی و نظر حضرت علی رو در مورد این 3 نفر بیارید. ما خود همون رقم که شما از اینترنت گرفتین، همین صحیح مسلم، همون تو ما هم گرفتیم از. درست است؟ خب بیار برادر، من که دارم میگم بیار. بسم الله. درست است. خدا دیگه برنامه چی وقت شما این برنامه را دیگه بخیر باز برنامه ایتون نشد میشه. شما الان همراهتون نیست، در جلسه برنامه بعدی تریبون آزاد تشریف بیارید. از نهج البلاغه من همین بحث امیال داشتم، بحث شما رو هم تعقیب داشتم. یکی درست است. برادر من نمیفهمم شما چی دارید میگید. اگر میگید میگفتید در نهج البلاغه نظر امیرالمومنین در مورد خلیفه اول، دوم، سوم اومده که خیلی خوبه، من میگم بخونید خطبه های نهج البلاغه رو. خب درست است. من همین دلایلش درست است. در دیگه برنامه براتون دانه میارم. خیلی خوب، ان شاء الله برنامه دیگه تشریف بیارید. ما امشب هر اهل سنتی زنگ زد گفت یا یادم نیست یا الان ندارم، بعدن همش وعده نسیه شد. گوش کنین، یک دلیل دیگه هم دارم. درست است؟ بفرمایید. شما وقتی آقا عبدالله آقای شریفی با معذرت که صدای شما خیلی دیر میرسه به من. وقت برنامه به پایان رسیده، لطفا زودتر بفرمایید مطلبتون رو. درست است. شما همین حدیث از مسلم بر ما گرفتن که با در مورد خود چنین چیز گفتن. درست است عمر عثمان؟ بله. اما ما این حدیث براتون میاریم که این حدیث صحیح است. درست است، صحیح که از مسلم متفق علیه بخاری و مسلم شیر بر دویشان اتفاق دارند. از او قدم بسیار منابعش درست است. یا امیرالمومنین بودن، هر دویشان خلیفه اول مسلمانان، خلیفه دوم مسلمانان، خلیفه سوم مسلمانان بودن. شما لطفاً باید توهین نکنین. من تو براتون میگم، من نظرم همین است که لطفاً شما دایی چی درد ما دوام میشه. شما هنوز ممنونم جناب آقا عبدالله. ان شاء الله آقا عبدالله وقت برنامه به پایان رسیده، ان شاء الله جلسه بعد تشریف بیارید، اول وقتم تماس بگیرید که ما وقت داشته باشیم. روایات بخاری و مسلم شما برای ما اعتباری نداره که از بخاری و مسلم بخواید بیارید. شما ادعا کردید در نهج البلاغه حضرت علی خلاصه کلی تعریف و تمجید کرده از خلیفه اول و دوم و سوم، قرار شد نهج البلاغه برای ما بیارید.